همون جایی که یک کلمه اومده اشتباه خوندی بهت گفتن نفر بعدی بخونه، یاد گرفتی که اشتباه جایی نداره توی زندگی، در صورتی که اشتباه بهترین چیز برای یادگیری و رشد. تا حالا شده یه جمله انگلیسی توی ذهنت باشه ولی تا میخوای بگی زبونت بند بیاد؟ اگه طرف بخنده چی؟ اگه اشتباه بگم چی؟ اگه دوباره همون اشتباه گرامریو بکنم چی؟ اگه تو هم این چیزا رو داری تنها نیستی مرد، آروم باش. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که اصلا چرا اینا به وجود اومدن و چطور میتونیم اینا رو رفع بکنیم. آماده این بچه‌ها؟ بخش اول این ویدیو در مورد اینه چرا میترسیم، اصلا چرا. بیایید با ریشه های اصلیش روبرو بشیم. صحبت شدن مخصوصا اگه که دور و بریا زبانشون بهتر از ما و در سطح ما باشه. 2. کمالگرایی. بعضی حس میکنن که اگر که من خودم همینطوریم یعنی بودم و الان کمتر هستم، نه اینکه کامل آدم شده باشم، حتی خودم اینطوری که من باید مثل یه نیتیو حرف بزنم تا به خودم جرأت حرف زدن رو بدم. یعنی یا مثل یه نیتیو حرف میزنم یا خیلی عالی حرف میزنم یا حرف نمیزنم. باورتون میشه؟ 0 و 100. این کمالگرایی بلش کن، خیلی چیز مسخره‌ایه و کل زندگی من رو گرفته بود. این هدف که آمریکایی شدن نیست، هدف ارتباط برقرار کردن. خلاص شده رفت، پس شروع کن، اشتباه کن، پیش بیا و یاد بگیر. اصلا تا اشتباه نکنی که نمیشه یاد بگیری. تجربه های مزخرف قبلی، داشتی میخوندی متن کتاب و سر کلاس یک کلمه رو حتی بلد بودی یا بلد نبودی، زبونت نچرخیده یا کلا بلد نبودی یک کلمه رو، بعد از اون 3 خطی که درست خوندی یک کلمه رو اومده اشتباه خوند. معلم چی میگه؟ بعدی بخونه. جدی دارم میگم، بدترین کاره و بدترین حس رو داره. همینجوری هی خراب کردن اعتماد به نفسمونو و هر تجربه قبلی دیگه که مثلا حالا بهت خندیدن یا استاد دعوت کرده یا بهت خندیده، اینا ممکنه باعث این قضیه بشه. 4 از خودمونه. تمرین کافی نداریم. آقا تو همه گرامر رو بلد باش، باهاش حرف زدی به اندازه کافی؟ نه. این همه کلمه بلد باش، نمیدونم 504 رو خونده باش، اون کلمات تافل رو خونده باش، باهاشون حرف زدی؟ نه. به درد عمه من میخوره، باید استفاده کنیم. بخش دوم، چطوری به این ترس غلبه کنیم. 1. کوچیک شروع کن. حتما که نباید یه جمله دراز بگی یا مثلا 2 دقیقه پشت سر هم حرف بزنی یا اینکه بدون توقف حرف بزنی یا اینکه اصلا ام نداشته باشی، مثلا اصلا نگی نه بابا، کوچیک شروع کن، اشتباه کن و پیش برو. آقا اصلا از گفتن اسم خودت، معرفی کردن خودت شروع کن و حرف بزن. مهم پیشرفت کردن. یادگیری از خوندن فقط نیست. اونی که نمراتش 20 توی کلاس زبان، نمیدونم توی مدرسه نمراتش 20، زبانش از اونی ضعیفتره که درس نمیخونه، یعنی کمتر میخونه، علاقه داره و توی محیط زبان. توی محیط زبانه یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلم میبینه، آهنگ گوش میده، پادکست گوش میده، نمیدونم خبر گوش میده توی زبان. سوال: آقا من حال ندارم هی بخوام فیلم انگلیسی ببینم و این چیزا. بحث همینه، همیشه که نباید ببینی که مثلا یاد بگیری، برای تفریح فیلم انگلیسی ببین. من خودم فکر کردم مثلا چیکار من نگه که یه فیلم ببینم برای تقویت 10 تا فیلم قبلش دیدم فقط برای عشق و حال. اینطوری پیش برو بابا. و اینکه مثلا با خودت شروع کن انگلیسی حرف بزن دیگه. آقا جلو خودت دیگه حق اشتباه کردن رو بده. داری با خدا دعا میکنی، اگر که مثلا میکنی انگلیسی باش دعا کن. نمیدونم داری بازی میکنی، بازی رو بذار رو انگلیسی بازی کن. هر چیز خودت هول بده توش. از این تکنولوژی هایی که داریم باید استفاده کن. 3. اشتباه کن و افتخار کن که اشتباه کردی. اشتباه بهترین چیزه، ولی ما توی بچگی از همون اولش تا الانش و تا آیندهش چی رو یاد میگیریم؟ این که اشتباه، من نوع غلط میکنم که اشتباه بکنم. اشتباه بی اشتباه، فقط کار درست.
همون جایی که یک کلمه اومدی اشتباه خوندی بهت گفتن نفر بعدی بخونه، یاد گرفتی که اشتباه جایی نداره توی زندگیت. در صورتی که اشتباه بهترین چیز برای یادگیری و رشد کردنه. در صورتی که کسی رو نمیشناسی توی یک حرفه، نمیدونم توی پول در آوردن، توی زبان بلد بودن، نمیدونم توی ورزشکاری، توی نمیدونم هر چیزی اشتباه نکرده باشه و غول شده باشه. همه اشتباه کردن و بعد تبدیل به آدم بزرگی شدن. پس اشتباه کن، عشق کن با اشتباهت. داری فیلم میبینی؟ مثلا بازیگر مورد علاقت بتمنه، میبینی بتمن فلان جمله و فلان جمله و فلان جمله رو گفت، تو این جملات رو دوست داشتی، خودت بذار جای بتمن، همون جملات رو بگو با همون لحن بتمن. مثلا You're going down freaks. You're going down freaks. از خودت یه فیلم بگیر و حرف بزن، بعد خودت فیلم رو ببین. خواستی نبین، ببینی بهتره، ولی خواستی هم نبین. اگر که میبینی مثلا ببینی یکم اعتماد به نفس شاید بیاد پایین، یکم الکی خودزنی بکنی، خب نبین. اصلا یه لحظه فکر کن یوتیوبری، گوشیتو بذار یا نه مثلا فقط صدا ضبط بکن و همزمان یه گیم پلی هم بازی بکن، یه بازی مورد علاقت هم رو کامپیوتر بازی بکن و انگلیسی حرف بزن. قرار نیست جای آپلود بشه، قرار نیست کسی به غیر از خودت ببینه، فقط به خاطر اون بازی توی موقعیت‌های مختلفی قرار میگیری و جملات مختلفی رو میگی و اینطوری باعث میشه که زبانت بهتر بشه. میتونی همینطوری یه دوربین بذاری برای خودت حرف بزنی. ویدیو تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. بچه‌ها هیچ کس از اول کامل نیست. یکی رو میخوام اینو به خودم بگه. من خودم انقدر تو خیلی چیزا کمالگرام که نگم براتون. خب ولی حداقل میدونم درستش اینه که هیچ کس توی هیچ چیزی از اولش کامل نیست. سخت نگیر، پیش برو به جلو. چیز مهم پیشرفت کردنه. غیر از اینه بگو غیر از اینه. اگه پیشرفت کردن ترس ها و چالش های توی راه نبود، پس چی بود؟ این زندگی چی داشت؟ فرض کن مثلا من توی نقطه A ام دلم میخواد برسم به نقطه B، این ترس ها چالش ها رو میخوام نداشته باشم. خب من A ام یک ثانیه بعد B ام، چی شد؟ چی تجربه کردم؟ چه لذتی از زندگی بردم؟ این شد زندگی؟ نه. پس لذت ببر از ببخشید پارگی هایی که توی مسیر میکشی. امیدوارم لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب به این چیزا فراموش نشه چون واقعا انرژی میده. دمتون گرم.